Bazen mardum vakti ki silahı manamı caruhat rason girifte bazen kirdorhoy gayri kanuni sodir kardan yani ki xatarnok xafnok بود kirdorhoşun oraya hemen mecbur şidim ki umman dar muamilot در گردش بودن اونها رو منع کنیم خدا قانون ایلواگی داخل شد و در نشه با چنین حالت پیدا شد که مردم تو منع کردن مردم بسیار مردم ما امروز گفتیم رقم مشخص زیاده از 300 سلاح در دست مردم هست که اون ترتیبی گرفتن و جبران همین ضرری که به مردم میشود باید معین میشه برای همین امروز قانونگذار ما لایحه قانونی نو پیش بینی کردیم که ترتیبی هم گرفتن استفاده بودن و جبرانی منمون سلاحی که صادر می شود ترتیب شود وزارت کارهای داخلی معین. جناب وزیر کیها حقوق گرداندن سلاح اکن موافق این تغییر لایحه دارند؟ غیر تشکیلات‌های دولتی که با روی سلاح حقوق دارند برای استفاده کردن چون دیگه شخصان واقعی خوب دیگر ندارن. استاد از روسیه مهاجران تپانچه‌های پنیماتیکی میارن. همه معاش دست من امروز قانون معاش دست. دیگه معنی است. جوابگری ندارن فقط گرفته میشوند و تمام. اگر بعدی منع کردن قانون اگر که گیرن معاملات کنن یا اینکه استفاده کنن علاقه جوابگری دارن. چون که پیش وقتی که منع کردن معاملات شد در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ایلاواگی شد که یک ماده الهی که این هم جوابگری جنایتی دارد.